أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الآية. اقوام عزیز و با عزت بلوچ در سراسر افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان نهایت گرامی، سرداران عزیز، علمای محترم جهید بلوچ، شخصیت های نامدار، روشنفکران بلوچ، مخاطب اصلی من شما هستید. بار بار مکررن یادآور شدیم از طریق شبکه‌های اجتماعی که به خاطر انسجام قوم، معرفت بیشتری قوم بلوچ و ارتباطات دوامدار ملت بلوچ و تثبیت هویت ملی ملت بلوچ از هیچ گونه سعی تلاش دریغ نورزیم. چون تا زمانی که ما خود را مشخص و تثبیت نکنیم که ما بلوچ هستیم، هیچگاهی به حقوق اولیه خود به نام ملت بلوچ دسترسی نخواهیم داشت. چون الله پاک در آیه مبارک که تلاوت کردم امر میکنه که ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم به خاطر تعارف، معرفت، قبیله به قبیله. پس ما نیاز داریم قبیله خود بشناسیم یا نه؟ ما ضرورت داریم که باید پدر خود بشناسیم، پدر کلان خود بشناسیم، بابا و نیکه خود بشناسیم، اجداد خود بشناسیم. وقتی که اجداد شناختیم، تبار و قوم و ملت خود هم باید بشناسیم که ما از کدام ملت هستیم، از کدام قبیله هستیم، از کدام نژاد هستیم. این یک ضرورت مبرم برای ماست که اول خود بشناسیم، جایگاه خود تثبیت بکنیم، بعد از او خواهان حق و حقوقمان از نظامهای حاکم در کشورمان یا در ولایت و در منطقه من شویم. این یک ضرورت مبرم است. چرا این حرف را تکرار کردم و چرا بار بار اکیداً در این مورد تاکید میکنم؟ من نه من حیث معاون شورا، من حیث خادم ملت بلوچ. بار بار جوانان ما آمدن به کابل، به تذکیرهایشان سر خوردیم، میخواین وظیفه پیدا بکنن، یک جای مصروفیتی پیدا بکنن، یک اداره دولتی یا غیر دولتی یا نیادهای غیر دولتی، نیادهای مدنی، میگن برای ما معرفی که 2 نفر یا 3 نفره. ولی تذکیره عزیز میبینیم در تذکیره نوشته است ازبک، در تذکیره نوشته است پشتون، در تذکیره نوشته است تاجیک. من میدانم بابا و بابا کلان و اجدادش بلوچ است، یا از قبیله سرپرست، یا از نژاد رخشانی هست، یا ناروی هست، بلوچ است. ولی متاسفانه اشتباهی که از طرف مامورین صورت گرفته و توجهی که خود اینا در اون زمان نکردن، در تذکیرهشان به زبانی که تکلم میکنن اسمی همون ملت نوشته شده. این یک خالگاهی، یک کمبودی بسیار، یک نقایص بزرگی هست که ما در این راستا باز اون نفره که ما با او اداره معرفی میکنیم میگه برادر ما با شما گفتیم که ما با قوم‌های بلوچ ضرورت داریم که 2 نفر بلوچ سامیه کمبود داریم و شما خب برای ما دیگه کس روان کردین. این باعث ازی میشه که ما هم پیشی امو اداره‌ای که معرفی میکنیم یا کاری را که میخواهیم، ما هم برای از اونها یک قسم معلوم میشیم، ولی اونا نمیفهمن که ما خودمون اشتباه کردیم. چون به خاطر اصلاح اشتباه بار بار اکیداً تاکید کردم، اشتباه را اگر جلوش گرفته شوه، اشتباه اصلاح شوه، اشتباه هست. اگر اشتباه تکرار میشه گناه هست، گناه جرم است، جرم مجازات داره. با اون لحاظ ما میخواهیم اشتباهات خود تصحیح کنیم و زودتر جلوی اشتباهات بگیریم و تذکیرهای عزیزای خود، فرزندای خود، برادرای خود جور بکنیم تا که نواده های ما من بعد